مسکنم عشق تو در قلب هر افغانم، وطنم ای افغانستانم، کنم هر لحظه فدای تو سر و جانم، وطنم ای افغانستانم، وطنم ای افغانستانم. تو زادگاه قهرمانی، سربلند در همه جهانی، خاکی پاکی تو بود سرمه چشمانم، وطنم ای افغانستانم. نام محمد طاهر، سنم 58 سال است. از ساعت 5 بجه تا 7 بجه شب تمرین میکنم. در زمین که تمرین میکنم موتور تاکسی دارم، شهر تاکسی ونی میکنم. از روزی که ورزش میکنم صحتمند هستم، جانم جور است، هیچ تکلیف مریضی ندارم. پیش از مریض میشم جاندار بودم، تمام روز پیش دکتر بودم. از 2 سال تمرین میکنم، صحتمند هستم. مسکنم عشق تو در قلب هر افغانم، وطنم ای افغانستانم، کنم هر لحظه فدای تو سر و جانم، وطنم ای افغانستانم، وطنم. پرورش اندام به آدم بسیار فایده دارد. تمام بدن صحتمند و ضربتای جور صحتمند سر پا حال میباشی. پیش که ورزش نمیکردم جان درد گردن درد، هر روز مساج میدادم، پیش دکتر میرفتم مساج میدادم، تکلیف زیاد داشتم. حالا صحتمند هستم. ما دکتر تشویق کرد، پیش دکتر ورزش بگو، ورزش به صحت فایده دارد. قبلا که ورزش نمیکردم گردن درد میکرد، کمرم درد میکرد، دستایم درد میکرد، بسیار تکلیف بودم. مسکنم عشق تو در قلب هر افغانم، وطنم ای افغانستانم، کنم هر لحظه فدای تو سر و جانم، وطنم ای افغانستانم. 2 سال است که ورزش میکنم، صحتمند هستم. در آینده پلان که زنده هستم ورزش کنم میرم. با صحت فایده داره ورزش. با همسن سال خود تشویق پیام بدیم که ورزش کنه، ورزش به صحت فایده داره. کسایی که ورزش نمیکنه تکلیف شکر داره، تکلیف چربی خون داره، فشار داره، باید ورزش کنه، صحتمند میباشن. ورزش به صحت فایده داره.